به نام خدا. در میانه خاکستر و آتش، در دل شب‌هایی که موشک‌ها آسمان را می‌شکافند، آیا آنچه می‌بینیم فقط یک درگیری سیاسی است یا تحقق پیشگویی‌هایی است که هزاران سال پیش بر زبان پیامبران جاری شد؟ آیا جنگ ایران و اسرائیل سرآغاز پایان دنیاست؟ در این ویدیو همراه ما باشید. در کتاب حزقیال نبی آمده است: ای پسر انسان، روی خود را به سوی جوج از زمین معجوج برگردان، تو را برمی انگیزانم تا به سرزمین اسرائیل حمله کنی. بسیاری این آیه را مربوط به جنگی آخرالزمان میان قوم شرق و بنی اسرائیل می دانند. در انجیل و مکاشفه یوحنا نیز آمده: پادشاهان زمین گرد خواهند آمد در مکانی که به زبان عبری آن را آرماگدون می نامند، مکانی که بسیاری آن را حوالی شمال اسرائیل در مرزهای